میدونستید مسله کردن یک روش مورد علاقه برای مجازات مجرم‌ها در زمان امپراتوری بیزانس بوده؟ و یا اینکه میدونستید برای مجازات زناکارها بینی اونها رو میبریدن؟ سلام دوستای خوبم، به کانال هیستوری فکس خوش اومدید. ویدیو امروز در مورد 10 حقیقت عجیب و غریب درباره امپراتوری بیزانسه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اما قبل از شروع یادتون نره حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگوله رو فعال کنید و برامون کامنت انگلیسی بذارید. ممنونم. امپراتوری بیزانس در واقع همون امپراتوری روم شرقی هستش که قسطنطنیه هم پایتختش بود. سفر زمینی از روم تا قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی بیشتر از 1300 مایل بود. با وجود همه تأثیرات روم، امپراتوری بیزانس گاهی اوقات کارهای عجیب و غریبی به روش خودش انجام میداد. بعضی از کارهایی که در اون زمان اتفاق افتاد میتونه خیلی تکون دهنده و عجیب و غریب باشه که من به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، قطع عضوهای سیاسی. یکی از راههایی که جامعه مدرن رو از جامعه باستانی جدا میکنه اینه که چطور جنایتکارها رو مجازات میکنن. در اکثر جوامع مدرن امروزی کسایی که به جرم محکوم میشن یا زندونی میشن یا حد اکثر اعدام. اما در اون زمان مجازات مجرم ها مثل یک سادیسم خلاقانه بود. هرچی راهها عجیبتر و وحشتناکتر و منحصر به فردتر میشد، یعنی اونها خلاقتر و بسیار متفاوتتر هستند. یکی از اونها مسله کردن بود. مسله کردن روش مورد علاقه برای مجازات مجرم‌ها در اون روزگار به حساب میاد. گاهی اوقات هم کور کردن، چون دشمن کور قطعاً نمیتونه یک ارتش رو رهبری بکنه. و گاهی اوقات اخته کردن مردها. اختگی نهایت بی‌عدالتی برای یک مرد به حساب می اومد، چون باعث میشد که دیگه مرد نباشه و همینطور از داشتن وارث محروم میشد. جان آتالاریخوس تلاش کرد تا پدرش امپراتور هراکلیوس رو در سال 637 سرنگون کنه، اما این قضیه برای اون خوب پیش نرفت. کنستانتین دیوژن به توطئه علیه امپراتور متهم شد و قبل از خودکشی اون رو نابینا کردند. شماره 9، مسابقات عرابه سواری. نمیشه انکار کرد که مردم عاشق تماشای ورزش هستند. طبق آمار ویکی‌پدیا از 24 برنامه پربیننده تاریخ جهان همشون مربوط به ورزش بودن، مثل بازی‌های المپیک، فوتبال‌های جام جهانی، مسابقات دو و بوکس محمد علی کلی. هر دو بازی‌های تابستونی لندن و ریو رکوردی با حدود 3.6 میلیارد بیننده داشت. پس تعجب آور نیست که بگیم در دوران امپراتوری بیزانس ورزش و مسابقه به اندازه الان محبوب بوده. عرابه سواری به سبک رومی یکی از بزرگترین ورزش‌های امپراتوری بیزانس بود و باید بدونید که این عرابه سواری با مسابقات پیاده روی، دو و یا حتی مسابقات اسب سواری امروزه خیلی تفاوت داشت. سرعت در اون خیلی زیاد بود و پتانسیل مرگ و ضرب و شتم خیلی بیشتر. عرابه رون‌ها گاهی به ستون‌های سنگی کوبیده می‌شدن یا پشت اسب‌هاشون تا سرحد مرگ کشیده می‌شدن. اینطور که به نظر میرسه جذابیت این مسابقه برای طرفدارهای آدرنالین و کسایی که قمار می‌کردن خیلی زیاد بود. تعداد زیادی از این عرابه سوارها برده‌ها بودن که این شانس رو داشتن برای برنده شدن در این مسابقه 15 کیسه طلا به دست بیارن. معروفترین عرابه سوار تاریخ دیوکلوس بود که گفته میشه در طول دوران حرفه‌ای خودش 36 میلیون سسترسی به دست آورد که واحد پول همون دورانه و با این پول میتونست کل شهر روم رو برای 1 سال غذا بده. این در حالیه که یک سرباز رومی ممکن بود فقط 1200 سسترسی در 1 سال به دست بیاره. در اون زمان 4 تیم در مسابقات عرابه‌های بیزانس شرکت میکردن: سفیدها، سبزها، آبی‌ها و قرمزها. در نهایت این تیم‌ها با هم ادغام شدن و فقط به سبزها و آبی‌ها تبدیل شدن. هواداره این ورزش اونقدر رو تیمشون تعصب داشتن که برای حمایت ازش وارد شورش‌های خونین می‌شدن. مثلا یک بار سبزها در کمین آبی‌ها نشستن و 3000 نفر از اونها رو کشتن. شماره 8، اونها آتش یونانی رو کشف کردن. اگه شما قبلا اسم آتش سوزی یونانی رو نشنیدید، ولی باید اون رو در سریال بازی تاج و تخت دیده باشید. این نوع آتش مرموزه و تقریبا کیمیاگری به حساب میاد. یعنی آتشی که حتی روی آب هم میسوزه.
مورخان معتقدند که در قرن هفتم در امپراتوری بیزانس اختراع شده. آتش یونانی رو میشه از یک لوله شعله افکن بیرون انداخت و مثل چسبه و نمیشه اون رو با آب خاموش کرد. معروفه که آتش یونانی برای دفاع از قسطنطنیه در برابر ناوگان عرب در دهه 670 استفاده شده و به طرز عجیبی در قرن 15 از تاریخ محو شد. اعتقاد بر اینه که یک پناهنده یهودی به اسم کالینیکوس اون رو کشف کرد. اونها هم دستورالعملش رو مخفی نگه داشتن و اینطور که به نظر میرسه بعداً کاملاً از بین رفت. با توجه به علم امروز اینطور که حدس میزنن ترکیبش شامل نفت، نفتا، آهک زنده و گوگرد میشه، اما فقط حدس زدن و هنوز نتونستن درستش کنن. شماره 7 اونها صنعت ابریشم خودشون رو تشکیل دادن. قبل از قرن ششم اگه علاقه‌مند به تهیه هر چیزی از ابریشم در جهان بودن، برای تهیهش باید به چین میرفتن. این واقعیت که جاده تجاری بزرگ در سراسر جهان به اسم جاده ابریشم شناخته میشد، باید نشونه از ارزش بالای این کالا باشه. باز نگه داشتن جاده ابریشم مثل یک مبارزه دائمی بود، به خصوص که از طریق ایران سفر می‌کردند و ایران در زمان جنگ اجازه تجارت نمیداد. در قرن ششم امپراتوری بیزانس از تجارت ابریشم ناامید شد و دنبال راه حل جدید گشت. به دستور امپراتور 2 راهب به چین رفتن و تعدادی تخم کرم ابریشم را گرفتن و اون را به صورت قاچاق به امپراتوری بیزانس برگردوندن. اونها تخم کرم ابریشم رو در عصای خودشون قایم کرده بودن. قبل از اینکه راهبا به چین برن، هیچکس حتی نمیدونست که ابریشم واقعا از کجا میاد و چه شکلیه. بیزانسی‌ها در واقع فکر می‌کردن که از هند میاد. کل سفر راهبا 2 سال طول کشید و آخر هم نتیجه داد. اونها تونستن کارخونه‌های ابریشم سازی رو در قسطنطنیه و بقیه شهرهای سراسر امپراتوری راه اندازی کنن. اونها انحصار ابریشم چین و ایران رو سرنگون کردند و امپراتوری بیزانس امپراتوری ابریشم خودش رو در سراسر اروپا شروع کرد. اقتصاد کرم ابریشم بیزانس بیشتر از نیم قرن طول کشید. اونها امروزه در سراسر ترکیه و یونان ابریشم تولید میکنن. شماره 6 شورش نیکا. این شورش در سال 532 میلادی در قسطنطنیه به خاطر محاکمه بعضی از اعضای تیم‌های عرابرانی علیه امپراتور ژوستینیان شروع شد و حدود 1 هفته ادامه داشت. این شورش خشونت آمیزترین شورش در تاریخ شهر قسطنطنیه بود و منجر به نابودی نصف شهر و مرگ ده‌ها هزار نفر شد. اعضای آبی‌ها و سبزها در مسابقه ای از جاستینیان خواهش می‌کنند که به بعضی از همتیمی‌های خودشون که قرار بود به خاطر شورش قبلی اعدام بشن رحم کنه. جاستینیان این رو قبول نمی‌کنه و جمعیت فریاد زد نیکا نیکا که به معنای پیروزی بود و بیشتر سر مسابقات عرابرانی خونده میشد. همین باعث شد فیوز روشن بشه و شورش شروع بشه. گفته میشه که امپراتوری که توسط آبی‌ها در مقابل سبزها حمایت میشد توی همین شورش کشته شد. شماره 5 بینی زناکارها رو میبریدن. قطع عضو فقط مختص رقبای سیاسی و جنایتکارها نبود. به عنوان بخش از اصلاحات در سیستم حقوقی که توسط امپراتور لئو سوم اداره میشد، قوانینی رو در مورد روابط شخصی وضع کرد که نقض این قوانین خیلی دردناک بود. تحت حکومت لئو، مرد متأهلی که مرتکب زنا میشد باید 12 ضربه شلاق میخورد. حتی جریمه هم پرداخت میکرد. اگه مرد مجردی رو به زنا میگرفتن 6 ضربه شلاق میخورد و جریمه نداشت. اگه معلوم میشد که شخصی از راهبه ها این کار رو انجام داده، بینیش رو میبریدن. اگه زن متأهل این کار رو انجام میداد، بینیش رو میبریدن و شلاق میخورد و تبعید میشد. شخص زناکار، چه مرد چه زن، با تنبیهات سختی روبرو میشدن. شماره 4 طاعون ژوستینیان. طاعون حدود 225 سال جهان رو ویران کرد، اما تا سال 542 به قسطنطنیه نرسید. به لطف موشها و جونورهای موذی در مسیرهای تجاری به هر کجا که انسان با کالاها سفر میکرد حرکت کرد. مردمی که برای فرار از هوای سرد مهاجرت میکردند وضع رو خرابتر کردند و طاعون تونست به معنای واقعی کلمه پخش بشه و میلیون ها نفر رو بکشه. طاعون به مدت 4 ماه تو قسطنطنیه شیوع پیدا کرد. امپراتور ژوستینیان به این بیماری مبتلا شد اما نمرد. گفته میشه که خیابون‌ها مملو از اجساد شده بود در حالی که قبرستون‌ها دیگه جا نداشت.
جنازه ها رو تو قبرهای گروهی خاک میکردن. کسایی که توانایی مالی برای ملاقات با پزشک رو نداشتن یا به دلیل مشغله کاری نمیتونستن پزشک پیدا کنن، سعی میکردن بیماریشون رو تو خونه با حموم‌های سرد از بین ببرن. تخمین‌ها تعداد کشته شده ها رو فقط در قسطنطنیه بین 5000 تا 10,000 نفر در روز نشون میده. اینطور که میگن حدود 25% از کل امپراتوری مردن، یعنی چیزی بین 25 تا 50 میلیون نفر. ما یک ویدیو در مورد اپیدمی های بزرگ تاریخ آماده کرده بودیم که پیشنهاد میکنم به ویدیوهای قبلی سر بزنید و ببینیدش. شماره 3 ممکنه که اونها نی و فلوت رو اختراع کرده باشن. مدیر مرکز تحقیقات بیزانس در آکسفورد معتقده که توسط بیزانسی ها اولین بار نی و فلوت اختراع شده. اما بعضی ها معتقدن که اصلاً اینطور نیست و ایران جاییه که منشأ تاریخی نی و فلوت هستش. شماره 2 اولین نیو انگلند. این روزها وقتی کسی به نیو انگلند اشاره میکنه، به احتمال زیاد در مورد شمال شرقی ایالات متحده، جایی مثل ماساچوست حرف میزنه. با این حال نیو انگلند اولین نیو انگلندی نیست که تأسیس شده. زمانی که گروهی از مهاجرای انگلیسی در سال 1075 در اونجا ساکن شدن، امپراتوری بیزانس هم نیو انگلند خودش رو داشت. بیشتر از 4000 مهاجر انگلیسی در این منطقه مستقر شدند. بیزانسی ها سربازهای انگلیسی و سربازهای اسکاندیناوی را استخدام کردند. تأسیس این نیو انگلند مدتی بعد از فتح نورمن ها در سال 1066 اتفاق افتاد و بسیاری از این انگلیسی ها احتمالاً بعد از جنگ به اونجا پناهنده شدند. بنابراین انگلیسی ها دلایل بیشتری برای جانبداری از بیزانس داشتند و فرصتی برای مبارزه با دشمنای خودشون. در مورد مکان نیو انگلند بیزانس این یک رازه. اسناد نشون میده که بسیاری از انگلیسی ها به ارتش قسطنطنیه پیوستن، اما جایی که ممکنه ساکن شده باشن تو تاریخ گم شده. شماره 1 سقوط قسطنطنیه. شهر قسطنطنیه توسط ترک‌های مسلمون عثمانی به رهبری سلطان محمد دوم در سال 1453 میلادی فتح شد. سقوط قسطنطنیه پایان امپراتوری بزرگ بیزانس بعد از 1100 سال بود. در طول این 1000 سال شهر قسطنطنیه 23 بار مورد حمله قرار گرفت و حتی یک ارتش نتونست از دیوارهای شهر عبور کنه. اما سلطان محمد بزرگترین توپی رو که جهان تا به حال به خودش ندیده بود رو برای کمک به شکستن دیوارها سفارش داد. اون چیزی که سلطان محمد سفارش داده بود یک توپ برنزی 27 فوتی با دیوارهای 8 اینچی ضخیم و لوله‌ای به قطر 30 اینچ بود تا یک مرد واقعا بتونه داخلش بره. این توپ گلوله‌های توپی به وزن حدود نیم تن رو شلیک می‌کرد. 200 مرد و 60 گاو نر 140 مایل اون رو تا قسطنطنیه کشیدن. زمانی که توپ رسید و شلیک شد، خرابه‌ای به وجود اومد که تا به حال در جهان دیده نشده بود. دیوارهای دفاعی که به معنای واقعی کلمه برای هزاران سال پابرجا بودن در هم شکستند. این سلاح قدرتمند شهری رو که قبلا تسخیرناپذیر بود رو نابود کرد. با وجود اینکه این توپ عظیم فقط 7 بار در روز شلیک میشد، ولی تأثیر روانی بیشتر از این داشت. خب دوستان، به انتهای ویدیو رسیدیم. به نظر من که خیلی جذاب بود. شما چی فکر میکنید؟ حتما برام کامنت بذارید. میخونم و جواب میدم. و در آخر یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و به دوستای علاقه‌مندتون معرفی کنید.